اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، سلسله درس‌های روافض ادامه داره. در درس قبلی ما شما موضوع تفصیلی را بیان کردیم که چگونه روافض به وجود آمدن. در درس قبلی مکرکید شخص به نام ابن سبا یهود به تفصیل بیان شد که چگونه به مناطق مختلف سفر کرده و بالاخره قادر به این شد که با شیوه های مختلفی را به کار برده و قادر به این شد که بتانه یک عقیده را تحت نام روافض به وجود بیاورد. یعنی حاصل درس گذشته ای بود که بالاخره فتنه را که ابن سبا یهود بنا کرد در ایجاد یک فرقه به نام روافض خاتمه پیدا کرد. کسانی که دعوت وی را به شکل منظم به پیش میبرند. یعنی کل مسائل برای ما و شما به شکل تحقیقی و به شکل دلایل زنده واضح شد که شخص به نام ابن سبا یهود ایجاد کننده حقیقت روافض و عقیدهشان است. به می سلسله درسای امروز ما و شما روی عنوان تفصیل حقیقت و عقاید روافض است که در این درس ما و شما حقیقت و عقایدشان یک به یک بیان میکنیم. درس امروزی ما و شما عناوین ذیل را دنبال میکنه. عنوان اول: واژه روافض چی معنا داره و دارای کدام ضمایم است. واژه شیعه یا شیعه، یعنی اکثر عوام به طریق ذیل تلفظ میکنن شیعه، چی معنا داره و کدام حقایق ضمیمش است. اثنای عشریه یا 12 امامی چه حقیقت داره و کدام مسائل ضمیمه ازی می باشه. و در نهایت اسماعیلیا چه کسانی هستند و چه حقیقتی را دنبال میکنن. بعضی مسائل اقوال اهل علم در مورد بعضی ادعاهای بی‌بنیاد روافض که از جمله ادعای امام 12 یا مهدی آخر زمان یا یک شخصی که روافض ادعا دارن که وجود داره و حقیقت ازی چی هست. بالای ازی هم انشاءالله تفصیلا بحث میکنیم. یک مسئله خیلی واضح است که فرقه روافض بنا نهاده شد و یک عقیده به نام عقیده رفض با دنیا به وجود آمد و این فرقه مانند سایر فرقه های گمراه دیگر در مرور زمان نشر و نمو میکردن. یعنی از مبدأ از اینا که توسط ابن سبا مانده شد و بالاخره پیروای ابن سبا به مرور زمان آرام آرام اینمی مبدأ را به شکل شرکیات و کفریات و گمراهی و در ایجاد گمراهی های بیشتر و بیشتر و شرکیات بیشتر و کفریات بیشتر سعی کرده اینمی مبدأ را بزرگ کردن گرفتن. یعنی به این معنا که مثل اکثر فرقه های دیگه روافض هم از عقیده مثل یک نقطه بالاخره بزرگ شده و بالاخره به یک کتله قوی از گمراه ها و کسانی که هیچ دری را نگذاشتن که به شرک داخل نشده باشند و هیچ دری را نگذاشتن که به کفر داخل نشده باشند و هیچ گمراهی را در دنیا نگذاشتن که به این داخل نشده باشند. تمام شرکیات و کفریات و گمراهی ها را اینا تمام دروازش باز کردن. و کلمه رافضه یا روافض تا جایی که نام رافضه یا رافض مورد بحث است، کلمه روافض یا رافضه مشتقی از کلمه رفضه است و کلمه رفضه معنای انکار میته. یعنی انکار کردن به نام رفضه میگن. یعنی یک اصل اگر ما منکر شویم اینمی کلمه را به نام رفضه میگن. و چی وقت روافض اینمی اسم به خود کسب کردن، یعنی کمایی کردن و از چی وقت روافض کلمه روافض به خود مختص کردن و اینا به نام روافض مسما شدن. یعنی وجه تسمیه روافض چیست؟ روافض این اسم را زمان کسب کردن که نزد زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب متوفای سنه 122 هجری آمدن و از وی درخواست کردند که جهت حمایت ایشان، یعنی امی گروه روافض، از شیخین، یعنی از دو خلفای راشده از سیدنا ابوبکر و عمر برائت نمایند و پشتیبانی از روافض کنند. ولی ایشان یعنی زید ابن حسین انکار کرده، در عوض به هر دو خلفای راشده رحمت فرستادن و به هر دوی آنها یعنی پشتیبانی اعلان کردن. گفتن که هر دوی از اینا از امامان و پیشوان
اهل سنت و جماعت هستند و هر دو اینا بر حق بودن. عین مسئله را روافض قبول کردن نتونستن، بنابراین اینا گفتن که اگر خودت از سیدنا ابوبکر و عمر برائت اعلان نمیکنی پس ما از تو برائت اعلان میکنیم. اینمی اصل باعث شد که اینا به نام روافض مشهور شدن و اسم رفض به خود کسب کردن، چون انکار کردن از زید ابن حسین و انکار از اینا از زید ابن حسین انکار حقیقت از رد خلافت سیدنا ابوبکر و عمر بود. علما همچنان از جهت انکار امامت ابوبکر، عمر و عثمان و از جهت انکار صحابه، وقتی که یک شخص از صحابه انکار کنه انکار از سنت است و در نهایت انکار از سنت انکار از قرآن است و در نهایت انکار از قرآن انکار از اسلام است، که یک درس دیگه به عنوان تفصیل عقیده روافض در قبال قرآن و سنت این مسئله رو ما شما انشالله که تفصیلا بیان میکنیم که چگونه روافض از سنت و از قرآن و بالاخره از اسلام منکر میشن. ولی فعلا تسلسل است و این تسلسل مثل سایر خوارج واره نیست که گویا ما در تسلسل مردم تکفیر میکنیم. این تسلسل قسمی است که یک بار شما یک گروه مردم به یک عقیده باشن که خلافت سیدنا ابوبکر، عمر و عثمان قبول ندارن، اینمی به این معنی است که اصحاب قبول ندارن و اصحابی را که رسول الله صلی الله علیه و بشارت جنت داده و اصحابی را که قرآن از اونا رضایت اعلان میکنه اینا رد میکنن و رد از این کس رد سنت است. چون رد سنت به این معنی که بسیار احادیث در فضایل اصحاب بیان شده، خصوصا در فضایل عشره مبشره، و وقتی که سنت بیان میشه دقیقاً که اینا منکر قرآن میشن و انکار از قرآن طبیعتاً که انکار از اسلام است. پس اینمی عقاید که ما شما جمع کنیم که رد کردن زید بن علی ابن حسین و بعدا رد کردن خلافت خلفای راشدین و بدون سیدنا علی رضی الله عنه و بعد از او رد کردن اصحاب و بعد رد کردن سنت، بالاخره رد کردن قرآن و اسلام، اینمی دلایل که ما جمع کنیم اینمی دلایل باعث میشه که ما بالای اینمی فرقه که عقیده ابن سبا یهود به خود گرفته بودن اینمی رو ما مسما به روافض یا کلمه رافضه میکنیم. و بالاخره در یک قسمت از درس‌ها انشاءالله ما سرزی مثلا بیان میکنیم که مستشرقین و در این زمان از خود روافض کسایی که این مسئله را رد میکنن، یعنی اینا رد میکنن که ما روافض نیستیم، بالای از این انشاءالله با دلایل تحقیقی و دلایل تفصیلی انشاءالله میپردازیم. به این قسمت مسئله ثابت شد که چرا اینا روافض نامیده شدن و روافض چرا گفته میشن. بعد از تا جایی که کلمه شیعه مورد بحث، کلمه شیعه اصل کلمه یعنی مصدر کلمه شیعیه است، یعنی حمایت کردن معنا میده. و قسمی که میبینیم روافض ادعا دارن که از علی رضی الله عنه یعنی حمایت میکنن و وی را به عمر و ابوبکر رضی الله عنهما ترجیح میدهند. پس کلمه شیعه به اینا به این خاطر گفته میشه که اینا ادعا دارن به عقیده خودشان بیان میکنن که ما از سیدنا علی رضی الله عنه اینا ادعا میکنن که ما از سیدنا علی رضی الله عنه حمایت میکنیم و وی را به عمر و ابوبکر رضی الله عنهما برتری میتیم و ترجیح میتیم. به این دلیل اینا به شیعه مسما شدن. در درس اول ما بیان کرده بودیم که بین شیعه و بین روافض فرق است. طبیعتا فرق است، چون بعضی کسای دیگه موجود داره اهل سنت که ادعا دارن که از موقف اهل بیت بخصوص به موقف سیدنا علی رضی الله عنه دفاع میکنن. پس این دلالت به این نمیکنه گویام روافض باشن. خب با درسای قبلی ما بیان کرده بودیم که شیعه و روافض تفاوت دارن. دقیقاً که این تفاوت حس میشه از این مسئله. شیعه اگر لفظا معنا کنیم معنای حمایت میده و روافض به این ادعایشان که از سیدنا علی دفاع میکنن اینا شیعه گفته میشن. ولی ای که علی رضی الله عنه را به عمر و ابوبکر رضی الله عنهما ترجیح دادن مسئله عقیده روافض است. ولی بعضی کسای دیگه موجود داره اهل سنت و جماعت که از موقف اهل بیت بخصوص از موقف سیدنا علی رضی الله عنه دفاع میکنن. پس به این معنی نیست که هر کس که از موقف سیدنا علی دفاع کنه این طبیعتا به عقیده روافض می باشه، بلکه ما بیان کردیم که روافض یک سلسله عقاید مختص به خودشان دارن. بعدا یک فرقه دیگه روافض به نام اثنای عشریه یا 12 امامی هستند. 12 امامی یا 12 امامه یا روافض امامی، اینا اینمی مسئله گرفته شده از کلمه امام است
که وجه تسمیه آنها به دلیل اعتقادشان به لیست 12 امام، کسانی که روافض به عصمتشان از گناه‌های صغیره و کبیره معتقدند. روافض به عقیده هستند که ایمی لیست 11 امامی که حقیقاً تیر شده و یک امام تخیلی، اینی کسایی هستند که از تمام گناه‌های کبیره و صغیره پاک هستند. و اینا کیها هستند؟ امامای 12گانه عبارتند از علی ابن ابی طالب با 2 فرزندشان که هر یک امام حسن و امام حسین که همه ایشان صحابه بودند. و بعدا فرزند امام حسین علی سجاد و فرزند وی محمد الباقر و بعدا فرزند وی جعفر صادق که تمام آنها علمای معروف و با تقوا و مشهور زمان خود بودند. و بعدا فرزند جعفر موسی الخادم و بعدا فرزند وی علی رضا و بعدا فرزند وی محمد جواد و بعدا فرزند وی علی هادی و بعد مهدی است. این 12 امامی که روافض به او اعتقاد دارند. 11 امام حقیقتا کسایی بودند که گذشتن و یک امام دیگه، یعنی یک امام تخیلی، کسی که حقیقتش معلوم نیست که بعدا حقیقتش ما بیان میکنیم، به نام مهدی. همه امامای فوق الذکر، کسانی که ما نام بردیم، همیشان در تقوا معروف بودند و هیچ یک از این 11 امام به عقیده رفت نبودند، مگر بر اساسی که تحریفی که روافض منتشر ساختن. گویا از تحریفات و از بیانات خودشان از لا بالای مسائلشان ما پیدا میکنیم که اینا اینمی 11 امام به خود نسبت میتن. الان که به درسای بعدی یک درس دیگه انشالله به عنوان امی است که عقیده اهل سنت و جماعت و عقیده قرآن و سنت در قبال اهل بیت چی است، ما انشالله این حقیقت بیان میکنیم. ولی هیچ یک از امی 11 امامی که ما نام بردیم هیچ کدامشان به عقیده روافضی که فعلا کدام اعتقادات و کدام مسائل بیان میکنن نبوده. بالاخره مسئله امام 12م عنوان سیومی ما شما بیان میشه که امام 12م روافض تا جایی که این مسئله مورد بحث است، روافض ادعا دارن که وی فرزند حسن عسکری می باشد که نزد روافض به نام المهدی مسمی است. روافض مدعی هستند که مهدی در سنه 255 هجری در منطقه سامرا در عراق متولد شد و خبر ولادت وی از عوام پنهان شد و دلیل از این که چرا خبر ولادت پنهان کردن، بیم داشتن که مبادا با واسطه حکام وقت قتل شود. روافض ادعا دارند که زمان وی 5 سال داشت پدرش وفات یافت و امام زمان شد و بعد از آن به یک حجره تحت منزل قسمتی که پدرش یعنی مقیم بود فرو رفته و ناپدید شد. و این همین مسئله که ناپدید شده مهدی ایره به نام الغیاب الصغرا یا غیابت کوچک نزد روافض یاد میکنن. و در جان این مدت هیچ یک از بشر، هیچ کسی از یعنی هر کسی که یعنی بشر بوده، هیچ شخصی از بشر قادر به این نبوده که با امام نام نهاد روافض رابطه داشته باشه. هیچ کس رابطه نداشت. ولی باز روافض استثناء بیان میکنن، میگن که بعد از اینکه به غیابت رفت امام مهدی نام نهادشان، باز 4 نفر از خود به دنیا جانشین گذاشت و این جانشین از اینا بود با دنیای خارجی ارتباط داشتن و اینمی که جانشینان از این با دنیای خارجی ارتباط داشتن این نزد روافض به نام غیابت کوچک مشهور است و اکثر کتاباشون در این مسئله بیان میکنن. مسئله غیابت کوچک تقریبا 70 سال دوام کرده. در سنه 329 تمام جانشینا مردن. روافض معتقدند که قبل از مرگ آخرین جانشین یعنی جانشین مهدی از جانب مهدی نامه دریافت میکنه و در نامه الفاظ ذیل نوشته شده، یعنی مهدی به آخرین جانشین خود نامه نوشته میکنه و در نامه ای الفاظ است: مرگ تو در 6 روز آینده به دنبال تو خواهد رسید. قدرت خود را جمع کن و هیچ کس را جاگزین خود مگذار. غیابت کبرا بعد از تو آغاز می شود. ظهور مجدد من نمی شود مگر به امر الله بعد از یک مدت طویل. و اینمی مثلا نشته کرده کمال الدین ابن ببویه در کتاب خود نشته کرده که وقتی که خط به امام مهدی به این شخص آخری خط روان میکنه و در خط خود نوشته میکنه که در 6 روز آینده تو فوت میکنی و بعد از مرگت قدرت جمع کو، یعنی بعد از تو دیگه جاگزین وجود نداره و بعد از اینکه تو میموری غیابت کبرا به وجود میاد و ظهور مجدد ما نمیشه مگر که الله امر کنه و مدتش بسیار طویل است. و بعد از این دیگه غیابت کبرا شروع شده. حال نزد
روافضی به این معنا که در اون 5 سالگی مهدیشان رفته غیب شده، باز غیابتش 4 نفر جانشین داشته، 70 سال بعد با جانشیناش هم فوت کردن و مردن و بعد از مرگ از او تا به فعلا دیگه مهدی وجود داره به نام امام زمان است ولی نیست. و در درس قبلی ما بیان کردیم که کل بزرگاشون به اعتقاد هستن، کل به این معتقد هستن و فعلا مثال اگر روایتای تاریخ قبول نمیکنن، باز روایتای چشمدید قبول کنن. به نام امام زمان در ایران مساکن وجود داره و در این حال یک مکان به نام چای عج در اوج موقعیت خود امی امام زمان یا مهدی است و بعد از او جمعواری چنده رسما ادامه داره و در این زمان مردم به فکر هستند که گویا بعضی اوقات بعضی علائم خودم آشکار میکنه که ما یعنی ظهور میکنم. حالا ما اقوال بعضی علمای اهل سنت و جماعت در این مسئله بیان میکنیم که اهل سنت و جماعت و علمای حق در این مورد چی نظریه دارن. امام طبری، ابن حزم و یحیی ابن سعید روایت کردند که حسن العسکری هیچ فرزند نداشته و این کتاب در کتاب السیر الذهبی روایت شده. بعد از او بعض دلایل عقلی را پیش کنیم. حتی اگر ما معتقد بر این باشیم که در ابتدا فامیل وی موفق بر پنهان کردن حقیقت تولد وی از عوام الا 72 سال شده بودند، چگونه امکان داره که وی از جهان در طی این سالهای متمادی یعنی 1200 سال از نظر جهان پنهان بماند؟ اگر چنین می بود و اعتقاد بر وی حتمی می بود، مسلما این مسئله در قرآن و سنت ذکر می شد. چون اینا تأسیس خلافت و تأسیس دولت و جهاد و قتال اینا رو کلش ساقط کردن به ظهور مهدی، یعنی این حتمی میدانن. اینا در کتابای خود بیان میکنن، در اعتقادشان بعدا ما بیان میکنیم که خود داشتن به امی مهدی نام نهاد در غیاب معلوم نه یا امام زمان روافض بعضی اوقات اعتقاد کردن که پوتین امام زمان است. یک زمان اینا وقتی که پوتین علیه خلافت اسلامی عملات نظامی خود شروع کرد و بمباردمان بسیار ثقیل شروع کرد، باز تمام روافض همشان صدا بلند کردن که پوتین امام زمان ماست، ظهور کرده. بعضی اوقات باز اوباما را میگن که اوباما یعنی تقریبا بعضی شباهت ها وجود داره. اگر قرار می بود که به مهدی اعتقاد حتمی می بود که کلان علمای روافض به اعتقاد هستن، پس طبیعتا این مسئله به قرآن و سنت بیان میشد. یک درس دیگر هم انشالله در آینده ها باز در مورد حقیقت مهدی که اهل سنت و جماعت و قرآن و سنت درباره مهدی چی حکم میکنه و انشالله به خاطر ازاله شبهات مؤمنین و برادرها بیان میکنیم و یک جواب حقیقی برای کسایی می باشه که برای روافض هم بوده میتونه. پس از دلایلی که بیان شد ما به این نتیجه میرسیم که هیچ تردیدی وجود نداره که مهدی روافض چیزی نیست مگر مکر و فریب و دروغ و مسائلی که روافض در نقش قدم حقیقت یعنی بنیانگذارشان ابن سبا و بعض کسایی که فعلا اهل باطن و برادران باطنیشان تعقیب می نمایند و آیات قرآن کریم تحریف میکنن و از ظاهر بعض مسائل باطنی را استخراج میکنن گویا که دلالت کنه به حقیقت شخص به نام مهدی. باطنی ها کسایی هستند که اعتقاد دارند که قرآن معناهای پنهانی دارد برخلاف ظاهر و برای از این مسائل هم انشالله در فرق یا ملل و نحل بعضی مسائل انشالله بیان میشه و بعضی کسایی حواله ازی که باطنی ها کی هستند الملل و نحل از ابن حزم در این مسئله بسیار حقیقتشان بیان کرده. باطنی ها کسایی هستند که معتقدند که قرآن معناهای پنهانی داره یعنی برخلاف از ظاهر و کسایی که میخوان درباره باطنی ها حقیقت باطنی ها را پیدا کنن باز کتاب الملل و النحل از ابن حزم در این مسائل تفصیلات بیان کرده. و همچنان به یک امام پنهانی کسی که به غیابت رفته و به خود جاگزین ها مقرر کرده و نماینده های وی به خاطر صدا زدن و ارتباط برقرار کردن با وی می باشند و مشهورترین اینها اسماعیلی است. در شروع مسئله است که روافض وقتی که به وجود میان باز یک قسمت به 12 امامی میاین معرفی میشن و یک قسمت به 7 امام و 7 امامی ها که هستن اسماعیلی ها هستن و اسماعیلی ها کسایی هستن که معتقد است که اسماعیل ابن جعفر غایب شده و ظهور مجدد خواهد داشت. روافض امروزی بالای اسماعیلی ها تکفیر میکنه و این نهایت جهالت و گمراهی است. امام شعبی میفرماید که من دیدم روافض از تنه بدون ریشه محکم گرفت، یعنی از تنه درخت محکم گرفتن و درخت ریشه نداره. یک سلسله دلایل یعنی عقلی بیان میکنه. میگه اگر من میخواستم از آنها سرانشان را برای من مانند غلام پیش کنن یا منزل من را با طلا پر کنن و یا حج را ادا نمایند، اگر دروغ گفته شود به زبان
علی رضی الله عنه. یعنی اگر دروغ بگویی که کل مسائل سیدنا علی رضی الله عنه بیان کرده. همه ای فعالیت ها را انجام میدن بدون تحقیق. باز امام شافعی میگه که من تمام مردمان خواهش پرست را مطالعه کردم، هیچ فرقه را احمقتر از روافض نیافتم. اگر روافض پرنده می بودن پس کلمرغ می بودن و اگر چهارپا می بودن پس خر می بودن. به این دلیل که کلمرغ هم یک نوع پرنده است که به نام مردارخور مشهور است، لاشخور است، و در این زمان خر هم در حماقت بین تمام حیوانات چهارپایه مشهور است، یعنی بسیار احمق است. خب مسائلی که امروز ما و شما در درس بیان کردیم مسائلی بود که بالای حقیقت روافض، وجه تسمیه روافض، چرا روافض شدن، شیعه چی معنا میده، اثنا عشریه چی معنا میده و حقیقت مهدی چی است. یک مثلا اعتقاد به شخص غایب به نام مهدی و در این زمان اقوال اهل علم در مورد ادعای روافض، قول امام طبری، ابن حزم، امام شعبی، یحیی ابن سعید و غیره. درس بعدی ما و شما انشالله تحت عنوان احکام روافض است که با این اعتقادات ائمه کرام در مورد روافض چی احکام را بیان میکنن. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.